کاری نداره عصبانی داگلاس هم رفیقه هم خدای عضو خانواده ماه. سب کن دیگه بابا جان یخش خوب. داگلاس تو فضای مجازی میلیونی شده، وایرال شده. امروز اومدیم در موردش بپرسیم. یار همیشگی همون جلال پیشمالا میگن، درسته؟ رفیق با معرفت و خوشقلب. مالا همون پیشمالا بس والا. در کنار داگلاس و عمو جلال هستیم، میخوایم ازش بپرسیم که داستان شما با این رفیق 8 سالتون درسته؟ چیه به ما و مخاطبینمون توضیح بدید. والا داستان ما که 8 سال حیوان پیش منه، با مادرش اومده بود. بعد من اینجا رستوران زده بودم. یه دونه از بچه‌ها به نام آقای مسعود میزبان این حیوان به طورش خورده بود، برام آورد اینجا. دیگه ما هم بالاخره اینجا ازش پذیرایی کردیم. ولش کردم رفت اول اون بر یه مقدار اون بر چرخید، دوباره اومد اینجا این بغل خونه ما پهلو گرفت برای خودش. بعد براش مایه انداختم خورد، گشنه‌شم بود. گفتم اگه تا شب بیاد بالا اینجا بس میمونه پیشم. تقریبا شب دیدم در هوا تاریک میشه، از اون بر اومد از اون بر اومد بالا. اومد بالا دیگه پیشم موند، بهش مایه دادم پیشم موند. از همون موقع دیگه با من. بعد این نوکشو که میبینین جوجه بود برام آوردن، این نوکشو اینجا در آورده. این نوک قرمزشو بله جوجه بود. تازه حیوان از روسیه اومده بود اینجا دیگه به طور ما خورد دیگه. حیوان هم اینجا هم موند. با هم پیروزا اوج گرفته بود. نکن بابایی اذیت نکن. من دوستتم، اومدم ازت فیلم بگیرم. اذیت نکن دیگه، اذیت نکن. اتفاقا اینا بخوام بزنن این وحشیاشون این نوکش چنان ضربه میزنه یعنی از راکه بدتره، داغ میکنه آدمو. ولی میخواد بازی کنه. آره میخواد بعد اینجا براش لاستیک گذاشتم، حتی حالیش میشه. بهش میگم برو بالای لاستیک، مثلا گاهی موقع میره بالا همونجا میشینه. شبا هم اینجا رو پلم میخوابه. آفرین. آره شبا اونجا رو پلم میخوابه. گاهی موقع چطور میشه میره برای خوش تو زیر خونه. چیز جالبی که من میبینم تو این فیلمایی هم که پخش شده، با شما روی قایق میشینه. آره با ما رو قایق میشینه. یعنی آره پرواز میکنه، میره پرواز میکنه. آره میاد. آره صداش بکنم میاد. الانم برم تو قایق بشینم با من میاد میشینه. عمو جلال بریم داخل قایق. آره بریم تو قایق. انزلی چیه؟ لاتیه. به جان ماشاءالله. رستوران داشتم بالا لاستیک مینشست، مشتری ها میخوان عکس بگیرم، بالشو اینطوری قشنگ باز میکنه. بهش میگم داگلاس بال تو باز کن، باز میکنه. میدونست دارم ازم عکس میگیرم. آره خیلی باهوشه، حیوان باهوشی است به هر حال. بیا بابایی پسری بیا. برو علی آقا رفیق با معرفت و خوشقلبه. با پویای عزیز اومدیم که اینو ضبط کنیم و به شما نشون. علی آقا قلب منی، ارادت به بچهای مخاطب انزلی پست. قربونت برم. چه جانو بمیرم. خیلی هم گیلانی هستن، همشون خوشقلب با معرفت. توسی اومده، بودو. توسی اون گربه‌ایه که اینجا هستش. توسی رفیقشه. توسی بیا بپر به ماشاءالله. با توسی دوسته؟ با توسی آره. میگم توسی اسم؟ آره توسی. انقدر که خوشقلبه، از خروس و گربه و داگلاس و اردک و مرغابی همه یعنی اینجا عادت کردم بهش، یعنی به خوشقلبی عمو جلال. چقدر جالب. ببین گربه اومده، اونم میاد الان میره کنارش، با هم دوستن. یا بایی بریم چقدر با عشق کنارت بود. بله. دو تا موجود دوست داشتنی کنار خودت داری. یه دونه گربه بود که اسمش چی بود؟ توسیه. یه دونه هم داگلاسه که خیلی معروف شده. حالا منم داره میزنه گشنشه فکر کنم، میخواد منو بخوره. خوشمزه نیست. معروف خدایی هیچ درآمد چیزی باش دارم نمیکنم. بگم مثلا تا الان آقا پویا زنگ زدن و هر کی گفت بیاد، گفتم بیاد، قدمش روی چشم اومد. تو این 8 سال مرتب هر روز غذاشو بهش میدی. آره باید بدیم، ندیم که نمیشه اصلا. یخچال داره، فریزر براش گذاشتم 8 طبقه است. تو این طبقه ها رو پر کردم. غشال داره، براش مایه‌اشو اونجا گذاشتم که از اونجا براش کم کم پرس به پرس، غروب به غروب غذاشو بهش میدم.
میذارم یخش آب بشه. دو تا رفیق با معرفت داری. رفیق اولت که 8 سال کنارته داگلاس، هم رفیق هم خدای عضو خانواده ماه. بله. یعنی این من یه لحظه این بالا نبینم دنیا جاره میگردم ببینم که پر گرفته رفته فکرم راحته. مثلا میگم آقا تو آسمونه مثلا یا رفته طالب دور بزنه بیاد. عمو جلال هر چقدر هم پرواز کنه بره بالا دوباره برمیگرده میاد پیش شما. پریروزا لج کرد با منو با خودت ببر شهر. آخ من آخ آخ. نبردم در بستم خدا شاهده. یهو دیدم یه سایه آفتاب بود قشنگ سر یه سایه چطور بال بزنن سمت استادیوم دیدم بالا سر منه. یا خدا. خدا به سر شاهده سمت استادیوم دیدم بالا سر منه. بچه هم داشتن ضایع شده بودم داد زدم داگلاس برو بوده. بالاخره دید محلش نکردم گذاشتم رفتم برگشت اومد. هر جا میری پس دنبالت میاد. آره دیگه میگم که میگم با خودت ببر دیگه. آقا نمیزنه منو داره با من بازی داره باهاتون عشق کنه علی آقا. هم داره حفاظت میکنه از عمو جلال. آره ظرف غذاش چیزی که خونه با عشق عمو جلال رو میبینید پر از صفا پر از صمیمیت. داگلاس چه؟ داره حمله میکنه. میدونه اینجا غذا داره. نگاه این قفصه ها غذاشه. اینا همه غذاشه. نکن. اینا همه غذاشه. اوه پویا میخواست رو بزن رو غذاش حساس. ماهی که براش فریز میکنم. باشه بابایی. عمو جلال چه ماهیایی میخوره؟ ماهی همه نوع ماهی میخوره. از سفید بگیر. ماهی سفید؟ آره دادم. اتفاقا الان که چله خشکی ماهی کمی عمو جلال ماهی شو. نمیده. شما ذخیره میکنید آره توی ذخیره یخچال؟ میکنم دیگه تو پاییز زمستون برای نکن. داره با ما بازی میکنه. کاری نداره. عصبانی شده. پویا نزدیک غذاش رفتی اونجا. چون قربونت برم چون این فصل میشه اینجا صید ما کمه. ما خودم برای سفید میرم سر مول شکن. به خاطر همون غذا اینو فریز میکنیم. تابستون زالوم میگیریم پرک میگیریم کپور میگیریم کپوروشین براش فریز میکنم برای این فصل که جا نمونم. این حیوان باید غذا بخوره. بله غذاش هم زیاد حتی میگه بابا غذای ما حتی خدا شاهد سر صبره گفت بابا غذای به ما غذا کم بدی بهتره تا این حیوان گشنه بمونه بره اینور اونور به خاطر غذا چون حیوانه دیگه. بله میره قایقا میرن میان مثلا میره پیشون فکر میکنه غذا دارم به خاطر همون شکمش سیر باشه میمونه برای خودش سر جاش کار بکنه کسی نه بازی میکنه. آره خدا شاهده بشه میدونه عمو جلال داگلاس رو کجا نگه میداری؟ اینجا همین سر پله آزاده خودش هر جا رو انتخاب میکنه. پوسی هم بگیر رفیقشه. آره اومد بریم باشه غذاش آورد. غذاش آورد. اینجا میخوابه اینجا هم میخوابه هر جا خودش عشق میکنه. باشه بابایی باشه. عمو جلال غذاشو بهش بده. باشه آخه دیدی گفتم گوش نشه منو میخواست بخوره. دقیقاً بابا. آقا صبر کن دیگه بابا جان یخش خوب یکی بابا عمو جلال دم شما گرم خدایی. بیا بابا جان بسه. آره سیر شد گلوشو گرفت. سیر نشده هول زده. آره یو لقمه همه رو میخواد همه رو یهویی بگیر. بابا تموم شد پسر قربان. ببین اینجاش پر شده. آره پر شده. بابایی خوردی غذا خوردی؟ چند وعده بهش غذا میدی عمو جلال؟ روزی یه وعده میدم. یه وعده؟ آره یه وعده بس. یه وعده چند کیلو میشه؟ این حدوداً دور و بر 2 کیلو بود دیگه. 2 کیلو؟ آره. نوش جان. الان هم هول کرده ببین غذا نرفته پایین. دیگه کم کم میده پایین بعد گردنشو اینطوری میکنه قشنگ آره. بده بره پایین. دیگه نیست دیگه این پلاستیکه بسرا. این پلاستیک. جان قربان این عمو پلاستیک. جلال یه بوست کنم. نوکرت. حرف نداری. نه کاری ندارم. عمو جلال منم دوستش دارم. پویا دوست ما. بعد شما باشه. نه شما گرم. پیج انزلی پوست پیج خوشقلب گیلان. خیلی ممنون از عمو جلال که وقتشو در اختیار ما گذاشت که بتونیم این تصاویر رو ثبت کنیم بمونه در آینده انشالله و انشالله که همیشه سایت بالا سر خانوادت باشه. مرسی که داری حمایت میکنی ازش. داگلاس خداحافظ. کار نداری؟ علی آقا یه خورده برو جلوتر خداحافظی باش کن. خداحافظ. غذا خوردی دیگه بیا من خوردم.
با شما مهربان‌تره. بابا داگلاس دوست. مهربان‌تره. کار نداری خیلی خوشحال شدم دیدمت. نه دیگه تموم شد. آره با عمو جلال هم دوستیم ما دوستش داریم. خداحافظ به سلامت. داگلاس انزلی چیه لاتی میاد خداحافظ مرسی خداحافظ. اینقدر یه زمانی بذاریم با ما بریم. داره میاد علی آقا. آره داره میاد با ما خداحافظ خداحافظی شما. دمت گرم داگلاس جان، خیلی خوشقلبی، دوست داریم.